شما گفتید که در قرآن هیچ خطایی وجود ندارد، ولی من بیش از 20 تا خطای گراماتیکی رو یافتم. حالا چند تایش را ارائه می‌دهم. این الذین آمنوا والذین هادوا سابحون. همچنین در سوره بقره و 8 فرمودند این الذین آمنوا والذین هادوا سابحین. کدامش درست است؟ سابحون و یا اینکه سابحین؟ و همچنین در سوره طه آیه 63 میگوید این هذین لساحران. غلط است، این هذین لساحران. آیا میتوانی این را جواب بدهی؟ و خیلی اشتباهات زیادی هست. برادر بسیار سوال خوبی کردند و من میخواهم موافق باشم که هر 20 تا اشتباه را مطرح ساختید و اشتباهات از روی کتاب عبدالغفاری است. درست است؟ بله. الحمدلله، خاطره هم خوب کار میکنه. من همین 20 تا سوالات را یک جا پاسخ میدهم به خاطر که من کتاب را خواندم و همه سوالهایت را پاسخ میدهم یک جا. نقطه اول برادر، نقطه اولی که باید به خاطر بگیری، تمام گراماتیک های زبان عربی از داخل خود قرآن می آید. قرآن بزرگترین کتاب عربی است که زیادترین سطح ادبیات را دارد. تمام گراماتیک های زبان عربی از داخل خود قرآن گرفته شده است. به همین خاطر امکان ندارد که در قرآن خطای وجود داشته باشد. نقطه دوم این است که در بعضی قبیله های عرب گراماتیک تغییر می یابد و حتی شما نیز بر گفته من موافق هستید. مثلا در بعض قبیله ها که یک کلمه مؤنث است، در بعض قبیله های دیگر این کلمه مذکر هم هست و در قبیله های عربی گراماتیک هم مدام تغییر می یابد، جنسیت هم تغییر می یابد. پس تو قرآن را با یک گراماتیک معیوب مقایسه میکنی؟ بنابراین فصاحت قرآن خیلی زیاد است و خیلی هم برتر است. بعضا کتاب ها است که در داخل اینترنت وقتی که جستجو میکنی 10 اشتباه گراماتیکی، 20 اشتباه گراماتیکی از قرآن. آیا فکر میکنید خداوند این اشتباهات را ساخته است؟ کی این اشتباهات را میسازد؟ مسلمانان، عالمان اسلام به مانند شریف به طوری است که گراماتیک قرآن خیلی بالاست و دستور زبان قرآن به حد بالاست که با استفاده متعارف از زبانهای عربی ما غیرت دارد و برای اثبات اینکه دستور زبان قرآن خیلی بالاست آنها مثال زدند. من برایتان چند تا مثال را میگویم که هر 20 سوال شما را جواب میدهد. مانند این که در قرآن آمده است که قوم لوط پیامبر علیه السلام را رد کردند و دکتر ویلوی میگوید که قوم نوا آنها پیامبران را رد کردند و این اشتباه گراماتیکی دارد و قرآن باید میگفت که مردم پیامبران را رد کردند، نه اینکه پیامبر. ولی اگر تو کتاب‌های نوشته شده توسط عرب‌ها را بخوانی میفهمی که زیبایی قرآن چیست. چرا قرآن به جای گفتن پیامبران از کلمه پیامبر استفاده کرده است؟ میدانی چرا؟ به خاطر که ما میدانیم که هدف پیام همه پیامبران یک است، یعنی که غیر مستقیم آنها تمام پیامبران را رد کردند. زیبایی فصاحت را ببینید. الحمدلله. و اینچنین مردمان دیگر میگویند که خداوند در قرآن میگوید کن فیکون، باشد و میباشد، باید میبود کن فغانه. آنها موافقند که کن فغانه حالت گذشته کن فیکون است، ولی کن فیکون برتر است که میگوید خدا بود، هست و خواهد بود.